سلام دوستان. امروز از فصل 33 کتاب مستطاب آشپزی نوشته مرحوم نجف دریابندری یک سالادی رو انتخاب کردم. فصل 33 کتاب عنوانش هست سالاد سفید و در توضیح سالاد سفید میگه سالادهایی را که با موادی مانند سیب زمینی و لوبیا و گوشت و پنیر درست میشوند از جهت این که غالباً با نوعی سس سفید یا سس کمرنگ خورده می شوند و در تمایز با سالاد سبز سالاد سفید می نامیم. سالاد سفید معمولاً نوعی غذای سبک است که ممکن است جای نهار یا شام را بگیرد. فصلی است مفصل تعداد خیلی زیادی انواع سالاد سفید رو اینجا معرفی کرده. سالادی که من از این فصل برای شما انتخاب کردم سالاد ماهی تن هست که اینطور که اینجا نوشته شده غذایی است که در کشور انگلیس استفاده میشه. چند تا سالاد ماهی تن اینجا هست. من دومین سالاد ماهی تن رو انتخاب کردم. در توضیحش اینو بگم که من این سالاد رو قبلا به دفعات درست کردم و بارها از مهمانهای مختلف با این سالاد پذیرایی کردم و همیشه مهمان‌ها از طعم این سالاد خوششون اومده و خیلی از مواقع از من پرسیدن که جزئیات چطور بوده، هرچند که با نگاه کردن به خود سالاد تا حد زیادی میشه حدس زد که چطور درست شده. بنابراین اگر به خصوص در مهمانی‌ها میخواید یک سالاد متفاوت جلوی مهمان‌ها قرار بدید، جوری که مطمئن باشید خواهند پسندید و تا حدی هم چیز متفاوتی است، اکیداً این سالاد رو بهتون توصیه میکنم. درست کردنش خیلی ساده است و خیلی نتیجه خوشمزه خواهد بود. این که من در خیلی از این غذاهایی که امتحان کردم میگم خوشمزه است، خب بدیهی است که اینها به درجات یکسانی خوشمزه نیستند. مثلا شما نمیتونید غذای خیلی ساده ای مثل اشکنه رو مثلا با کباب بره مقایسه کنید. من بعضی از این غذاها رو درست کردم، مزه‌شون رو خیلی دوست نداشتم، به همین دلیل اونها رو اصلا ضبط نکردم و اینایی که ضبط کردم اونهایی هستن که خودم خیلی خوش آمده، ولی با این توضیح که به درجات مختلف. ابتدا موادی که توی این سالاد استفاده میشه خدمتتون توضیح میدم. بعد آماده کردن سالاد خیلی ساده است. در واقع کافی فقط همه اینها رو با هم دیگر مخلوط بکنیم و به نتیجه نهایی برسیم. خب این سالاد برای 4 الی 5 نفر کافی است. یک قوطی کنسرو ماهی تن یخچالی، یعنی باید حتما سرد باشه، یا همونطور که ما میگیم یه دونه تن ماهی در واقع شما نیاز دارید. برای کسانی که داخل ایران هستن خب خیلی تهیه‌اش آسونه. در خارج از کشور که متاسفانه دیدید این تن ماهی ها اصلا مزه‌اش شبیه تن ماهی داخل ایران نیست و خیلی باید زحمت بکشید تا به طعمی مشابه اون برسید. به هر صورت یه دونه کنسرو ماهی تن می‌خوایم، نیم کیلو گوجه فرنگی که پوست کنده و خرد کرده است. برای اینکه پوست گوجه فرنگی رو بکنید یه راه حلی که میتونم بهتون پیشنهاد بدم اینه: آب رو به جوش بیارید، گوجه فرنگی رو درون اون بندازید، چند ثانیه اون تو بمونه کافیه، مثلا 10 ثانیه 5 ثانیه اینطور تو جوش بخوره، این کاملا کافی است. بلا فاصله از آب جوش بیرون بیارید و زیر آب سرد بگیرید و حالا پوستش خود به خود ترک میخوره، پاره میشه و میتونید به راحتی پوست اون رو بکنید. یک عدد خیار پوست گرفته خرد کرده که اینجا دارم، یک پیاز کوچک که این پیاز رو باید به صورت حلقه حلقه خرد کنیم، یک پرسیر کوبیده، یک پیمانه سس مایونز نیاز داریم، 3 قاشق خامه سفت و نمک و فلفل. این مواد رو به همین شکلی گفتم فقط تهیه خواهیم کرد، یعنی خیار رو هم پوست میگیرم و خرد میکنم، گوجه فرنگی رو هم خرد میکنم، اینها رو با هم دیگر مخلوط کنید. نتیجه بسیار لذیذ خواهد بود. این مواد خیلی خوب با هم جور میشن. تنها تصرفی که من در دستورالعمل این سالاد انجام دادم اینه که در این کتاب گفته همه مواد بجز ماهی تن رو با هم دیگر مخلوط بکنید. ماهی تن این کنسروشو که دارید با چنگال له کنید و روی سس بپاشید. و من چند بار که این کار انجام دادم حس کردم اگر این رو با بقیه مواد
هم بزنید نتیجه خیلی بهتر از آب در میاد. بنابراین من توصیه میکنم همه رو با هم بریزید در یک ظرفی و هم بزنید و نوش جان کنید. به جز این خب دیگه نکته خاصی نیست و در ادامه فقط خواهید دید که چطور من با هم میکس کردم و شکل اون غذای نهایی چطور به دست میاد. خب بریم اینو امتحان کنیم. خب دوستان، سالاد ماهی تن ما آماده شد. مطمئنم که اگر درست بکنید از طعمش بسیار لذت خواهید برد. فقط میخوام این نکته رو اضافه بکنم که موادی که در این کتاب نوشته، یعنی حجمی که از هر کدوم از مواد باید استفاده کنید، تقریبیه. مثلا من اینجا اشاره کردم که گوجه فرنگی نیم کیلوگرم، ولی خودم اینجا کمتر از نیم کیلوگرم استفاده کردم. این چیزی حدود 200-300 گرم بود استفاده کردم. وقتی که این مواد رو دارید ترکیب میکنید، خودتون به صورت چشمی و هم تا حدی به صورت سلیقه‌ای خواهید فهمید که چه حجمی از اینها اگر ترکیب بشند ظاهر خوبی پیدا میکنه. خب امیدوارم از این غذا لذت ببرید. تا برنامه بعد، خداحافظ.